سلام دوستان، من یه سیب زمینی و پیاز و هویج رو با هم با میکسر نگینی کردم. کره حیوانی رو یه مقداری به موادم اضافه کردم، زیر گاز رو روشن میکنم و یه مقداری تفتش میدم که خامیش گرفته بشه و میبینیم که اونجا یه تیکه خوب نگینی نشده. جوی بوسکنده رو خیسی اول میشورم و خیس میدم. فیله مرغ رو اضافه میکنم، تقریبا من 6 یا 7 تا فیله مرغ اضافه کردم، اونم تفت میدم. اینجا میبینی که اونو خیس دادم، یه مقدار خیس بخوره این جوها. اینا کاملا که به اندازه مثلا 20 دقیقه اینا تفت دادم که بوی خامی مواد گرفت. زردچوبه رو اضافه کردم. ببخشید صدام یه خورده گرفته. اینجا آب جوش رو به جو اضافه کردم و ریختمش توی بقیه مواد. آب جوش رو اضافه کردم، با کتری بقیه آب جوشوندم و آب جوش رو اضافه کردم بهش. اینجا ببینید دیگه فیله های مرغ اومده بالا، داره میپزه. یه مقداری که پخت فیله ها رو در آوردم و ریش کردم، اما خیلی ریش نمی کنیم چون که بپزه اون وقت از بین میره کلا، یعنی توش دیگه هیچ تشخیصی آدم نداره وقتی خیلی بپزه. بهتره که یه مقداری ریش کنیم که خودشو نشون بده سر آخر موقعی که سوپ آماده شد. چون خودم تنهایی فیلم میگیرم یه مقدار شاید ویدیو کیفیت نداشته باشه. اینجا میبینین که داره میجوشه و منم مرغا رو میخوام اضافه کنم. فکر میکنم البته بله مرغا رو اضافه کردم. امیدوارم آخرش خوشمزه بشه. بعد حالا دارم همش میزنم. ببینین ربو یه 2 قاشق ربو با آب خود سوپ میکس میکنم که راحت باز شه توی سوپ. یه خود کثیف کاری کردم، اشکال نداره، تمیزش میکنم. قشنگ ربو توی آب جوش، آب خود سوپ جوشیده است، گرمه داغه. قشنگ همش میزنم که نرم بشه که وقتی میخوام به سوپ اضافه کنم سریع رنگ بده. من تو ویدیو نگرفتم ولی یه مقداری آب قلم از قبل آماده شده داشتم که به این سوپ اضافه کردم. شما میتونید اضافه کنید، میتونید دوست نداشتین اضافه نکنید. خیلی هم اصرار دارم که کلش رو همینجوری خالی کنم. من همیشه به سوپام دوست دارم جعفری خشک اضافه کنم. یه مقدار جعفری خشک به اندازه 2 قاشق سرخالی جعفری خشک اضافه کردم. دیگه باید بذاریم جا بیفته. یه مقداری یه آب نارنج جوشیده اضافه کردم بهش، آب نارنج تازه‌ام بهش برای طعمش اضافه کردم. فلفل و نمکم که به مقدار کافی، هر چقدر دوست دارید میتونید فلفل نزنید، ممکنه حساسیت داشته باشید. اینم سوپ جا افتاد.